البته باید جلوش گرفته بشه با تدابیر گوناگون. دارن تلاش میکنن، هم رئیس جمهور هم رؤسای قوای دیگر، بعضی مسئولین دیگر تلاش میکنن که این کار درست بشه. بنابراین بازاری ها اعتراضشون به این مطلب بود و این مطلب درستیه. اونچه مهمه این است که یه عده آدم تحریک شده مزدور دشمن پشت سر بازاری ها بایستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. این مهمه. اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند. اینی که یه عده‌ای تحت عناوین گوناگون، نامه‌های گوناگون بیان به قصد تخریب، به قصد ناامن کردن کشور پشت سر بازاری‌های مؤمن و سالم و انقلابی قرار بگیرن، از اعتراض اونها سوء استفاده کنن، اغتشاش کنن، اصلا قابل قبول نیست مطلقاً. کار دشمن رو باید شناخت. دشمن آرام نمی نشینه، از هر فرصتی استفاده میکنه. اینجا دیدن یه فرصتی است، ازش خواستن استفاده کنن. البته مسئولین ما در میدان بودن و خواهند بود.